همون صبحی بود که مامانم برام پیام فرستاد، گفت مامان بزرگت حالش خوب نیست، براش چیزی ببر. کولمو بستم، شارژ گوشیمو فول کردم، سوار اسکوتر برقیم شدم و زدم به دل جنگل. یه ترکیب عجیبی بود، بوی درخت و صدای موزیک گوشیم. جنگل هنوزمون جنگله، فقط من یه شنل قرمزی مدرنم با هدفون تو گوشم و سوار اسکوتر برقی. بین راه گوشیم سیگنال نداشت. وایسادم تا مسیرم رو چک کنم که یه موتور سیاه از کنارم رد شد. اون مرد یه لبخند عجیبی داشت. گفت گم شدی کوچولو؟ گفتم نه، دارم طبق گوگل مپ میرم. خندید و گفت گوگل مپ حیوونا رو که تو سایه کمین کردن نشون نمیده. بعد گاز داد و رفت. ولی اون صدا تا ته جنگل باهام موند. رسیدم جلوی کلبه مامان بزرگم، چراغاش روشن بود. گوشیمم سیگنال نداشت. یه لحظه حس کردم یه سایه از کنار پرده رد شد. دلم ریخت پایین. رفتم تو. دیدم یه نفر رو صندلی مامان بزرگ نشسته. گفت بیا جلو عزیزم. اما من شک کردم. گفتم مامان بزرگ، از کی تا حالا بوت موتور سواری میپوشی؟ اون لحظه همه چی لو رفت. همه چی یهو شد. پرید سمتم. ساعت هوشمندم لرزید. پلیس در نزدیکی. زدم بیرون، سوار اسکوتر شدم و با تمام توان از اون گرگ فرار کردم. انگار کل جنگل افتاده بود دنبال من. صدای بال یه پهپاد اومد. نورش افتاد رو گرگه. دوربینش داشت همه چی رو ضبط می‌کرد. گرگه سعی کرد فرار کنه، ولی خورد به یه درخت و نقش زمین شد. فقط صدای اسکوترم بود که آرومتر و آرومتر می‌شد. چند روز بعد مامان بزرگ یه پست گذاشت. با شنل قرمزی هیچ وقت در نیافتا. ویدئوی گرگ تو کل اینترنت پخش شد. منم با یه لبخند کوچیک یه جرعه از قهوه‌مو خوردم. دیگه اون جنگل برام ترسناک نبود.